یک کیلو گوش میاری خدا خواهد یک کیلو گوش به عباس حلقه چی بگه اینا نمک کرامون با خودت نخری میمونی نخری با گلو تمه گیره و سال با پتروف کتی الیکسه شریک میایا و یون اینه بولیون کامیتی گوش همین فقط پیش دیگ برو بیاری دیدی؟ نه دیدی خدا خسته باکشونش بخیر هر کی را خدا لطف کنه حضرت حق آنش دید شب میشده است زیباییش میکشیده است تمام لباسای قیمت بها را میپوشیده است خودش زیب میداده است نزد جاگه مرد میومده است خدمت آن را بجای میگرد نانی با روغن کند هر نان ها میبندد هر طعام و هر افقات پیش میکشه که راحت میکنی خدا خواهد انشاءالله من آدی بینم 3-4 روز خدا خواهد از یک با چیز بومده 3-4 روز خدا خواهد انشاءالله باید میآوردیم بعد دست خود این بیدعت یک جفت خدا خواهد دو خدا خواهد سریع همین 10 تا اگر خدا خواهد اپاچه خورد 10 تا 15 دادو شد اینش شیرید برید اینش خدا خواهد جرید اینش پرید خدا خواهد انشاءالله کلا آرده خدا خواهد چکا میکرد یعنی موت برادیم با گفتی شاید میگه که خانه بزنک تارت میتنه تارتنک زنک نباشه حال باید نه خدا خواهد چوی تو ذکره میخیری نه خونت میری نه تتا میرو این زنه که بیچاری کی آراستی نمینه همین قدر زیابت کی آماده کرد همین زن ها میکنه و صلات و سلام علی رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اول حمد و ثنا بر خداوند را که صنعش در وجود آورد ما را هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول آل و اصحابش تمام اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم برادران اهل اسلام مهمانان گرامی قدر ما شما را به مناسبت فرا رسیدنی توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم که اینم عقد نکاح است انشاءالله خدا خواهد ما شما این اهل خاندان و این مناسبت تبریک و مبارک بید میگیم آن دعاهایی که حضرت‌ها میکردن ما هم به سمع شما میرسانیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین آدم و حوا ای پاک پروردگارا الفتی پیدا نما بین این دو نوجوان آن الفتی که پیدا کرده بودی بین آدم و حوا اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین یوسف و زلیخا پروردگارا محبت پیدا نما بین این دو نوجوان آن محبتی که پیدا کرده بودی بین یوسف و زلیخا اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین محمد المصطفى و خدیجه الکبری ای پاک پروردگارا محبت پیدا نما آن محبتی که پیدا کرده بودیم بین محمد مصطفى و خدیجه الکبری اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین علی المرتضی و فاطمه الزهرا ای پاک پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما آن محبتی که پیدا کرده بودیم بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا ای پاک پروردگارا در آینده و این دو نوجوان خوشقدم و این دو نوجوانی که علیه ایمان هستند صالح هستند خداوند از سزای غیبی خودت انشاءالله فرزندهای صالح و صالحه انشاءالله خدا خواهد کرامت نما و به یک صلوات و به یک مبارکباد انشاءالله خدا خواهد صحبت خدا خواهد دوام می‌گیرد بسم الله الرحمن الرحیم صلی علی محمد صلی الله علی محمد صلوات بر محمد این مجلسی خدا داد مبارک مبارک زندگیتون بهاری سرسار سرور و شادی یا رب کن تو یاری پیوندشان مبارک پیوندشان مبارک این مجلسی خدا داد مبارک کن مبارک این مجلسی خدا داد مبارک کن مبارک ای خدای ارحم الراحمین تو میدانی مقصدهای مؤمن
بینیم این شه و عروسی این شبم بینشون محبت پیدا کن نازنین این مجلسی خدا داد مبارک کن مبارک زندگیتون بهارین سراسر سرور و شادیم یا رب کن تو یاریم پیوندشون مبارک یا رب کن یاری پیوندشون مبارک اللهم صل و سلم و بارک و زد علی رسول الله و آله الاطهار علی رسول الله و آله الاطهار هر کی را خدا لطف کند حضرتی حق آنش دهد یک زنی مستورین کاکل پریشانش دهد محرمی تن محرمی دل محرمی جانش نیاد دختری خواجه‌ام بنت ایشانش دهد صاحبی انصاف باشد خواند روشن کند مثل شمعی انجمن کاشاند گلشن کند خدمت آرد بجای نان باروغن کند همچای فامیل همچای لنقا هر دو را دم کند. ای شیخ خدا خواهد شهر داده میگذاریم اگر الله سبحانه و تعالی برای انسان یک جوان خدا ترس جوانی خدا جو اگر اراده خدا خواهد زنی با سطر زنی مستوره زنی خدا ترس نیت کند انشاءالله الله میرسد. هر کی را خدا لطف کند حضرت حق آنش دید لطف کی از میدانی مرحمت الهی رحمت الهی اگر بالای جوانه انشاءالله خدا خود ریزد بارونت الله سبحانه و تعالی یک زنی مستوره یک زنی خدا ترس یک زنی با حجاب الله سبحانه و تعالی انشاءالله نصیب میکند. یک زنی مستوره کاکل پریشانش دید محرمی تن محرمی دین محرمی جانش دید از اون زن انشاءالله خدا خود راحت میکند. چونکه کسی که در دلش ترس الله دارد کسی که در دلش انشاءالله امید رحمت الهی دارد کسی که در دلش انشاءالله شفاعت محمد صلی الله علیه وسلم است چه جوان و چه دختر انشاءالله از امید خوب است انشاءالله محرمی تن محرمی دین محرمی جانش دید یک زنی مستوره خواهد انشاءالله پریشان خاطی کاکلاش پریشان خدا خواهد این زیبایی که شما روز میکنین وقتی چه و زیبایی که با کرسکای خیتای و خاکای خیتای میکنین و این وقتی چه ولیم این اصلاحات یک سال دوستون نیکی الله حق سبحانه و تعالی اگر زیبایی تیاد انشاءالله خدا خواهد زیبایی این دختر و جوان پسر اثر عبادت است. اگر 5 وقت نماز خوان باشد انشاءالله 5 وقت طهارت کند انشاءالله نوری و از همه چیز زیاده میشه. ولی ما شما بها میدید که فلان چی نور دارد از نورش انسان دائم تماشا سیر نمیکند. در دنیا این اثری چی است؟ اثری خدمت الله است اثری خدا خواهد با فرمان آفریدگار شد فرمان پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم است. اگر میگد انصاف دار باشد خانه روشن کند مثل شمعی انجمن کاشاند روشن کند انشاءالله دائم در خدمت تیار لبیک میگن. مردک جان چی خدمت میفرمایی بگو. صحابه زن شبینن پیش حضرت خدا خواهد می اومدن پیش صحابه شب میشده است زیباگیش میکشیده است تمام لباسای قیمت بها را میپوشیده است خودش زیب میداده است نزد جاگه مرد می اومده است. کنی تری زنها تری زنها خدا خواهد با میکرسکان نمیکشید شب تو کفته میره خدا خواهد در دوران پیغمبر صحابه زنها همچنین آمدن می آمده است میفتد مردک اگر برای من حاجت داشت باشی من در خدمت تیار اگر نداشت باشیم اون یک برخه قرآن خونم اون خدا خواهد نماز نفل خونم هنه زن بینی زنهای بینی صحابه را
اگر من حاجت داشته شد حاجت چه میبرد است، نداشته شد رفته چکا میکرد است، نماز و قرآن میخوند. کنی میگه مثل شمعی انجمن کاشانه گلشن کند، خدمت آرد بجای میگد نانی با روغن کند، هر نان ها میبندد، هر طعام و هر افقات پیش میکشه که راحت میکنی خداخد انشاءالله. من آدی بینم 3-4 روز خداخد از یک با چیز بومده، 3-4 روز خداخد انشاءالله باید میآوردیم بر دست خود. این بیدعتی اگه جفتیم خداخد دومود نخداخد سری همین 10 تا اگر خداخد اپاچه خورد 10 تا 15 دادو شد، اینش شیرید برید، اینش خداخد جارید، اینش پارید خداخد انشاءالله کلا آرده خداخد چکا میکرد یعنی موت برادیم با همچنان خداخد زنت دایم از در مدرایی چهرش خداخد کشاده میشه یک چمنه مثل یک گل انشاءالله خداخد که از چهره وی از زیباگی و چکا میکنی خودت خورسند میشی خداخد انشاءالله. بینی چای فامیل چای لنکا هر دو را او دم کنن. کدام چای بخواهی؟ مردم یک چی بخواهی؟ کافه میخواهی؟ کدام نمودی چای کنم مردک جامعه مرحمت بخواه. اینی زیبی خانه زیبی حولی حدیل و بازی حکمی. این زن زیبی خانه عزیزانی من. گفتی شاعر میگه که خانه بزنک تارت میتنه تارتنک. همین زنک نباشه حال باید اخلاقه چه تذکره میخیری نخولت میری نتت میرو. این زنه که بیچاری کی آراستی نمینه همین قدر زیابت کی آماده کرد همین زن ها میکنن بیچاره ها با ما شما دوستش نمیدارم با حقارت چی میکنی خلاقت با منازش با خفاش میکنی خلاقت و نباید باشد زیبی حولی ساری کوچک تا میرو خلاقت خونیک تا میرو انشاءالله خلاقت سارک میخده چای تا دم میکنه اگر میگه با انصاف باشه وقتی برعکس دیگه کو کارا امروز خداخد انشاءالله خسن خوشما کرده چی آدم میکنه بعد کلن سگر کاشش مولده میخزه بعد برعکس دیگه نوشم برعکس میخره باید که انشاءالله خداخد عروس ما میگم که دختری جان انشاءالله با وقت خیستر بابا ببینید همسرت کتی یاد گیر با وقت پیش از خسن خوشتامنه کت خید انشاءالله خداخد در اکای کوچه شو آوزن رو ما هر روز با همی در میگذاریم یارو نخلاقه جا میشد 5 مرتبه بعد بهاد میتیم که چی؟ تعریفی من گیجا شید واسه آدم هم خش نخلاقه یک جنگ مهمان اومد است همین آمد از جلای دور بود هر سال وقتی نماز میرده میروف یک 3-4 روز روف که یکی دید که همسایه خواه یک همسایه خواه ای گفت نه همشن بلا زب ده گفت تو بر نمیکه تگیشید بر من داشتم نمیشه شد گفت که انگل درنگ میگیرم دیمان ما اگر خلافت با خیزی سر کدیم خلافت سکسکی چکا میکنه جامعه ما شما رنگ دیگر میگیرن دختر جان خلافت این کارا را بکن با خیزتر را یاد که خلافت خدمت که انشاءالله خلافت دعای همینا را گیر مثال ما شما اگر دختر کلین خانه میاریم عروسه یک نام کتی میاریمش چی میگیمش دخترم دوری می این مردکام آیا نبرای دومادا محمد دوماد هستی خداخواه دوماد هستی شما بچه هم اونجا هستی آیا نبرای خداخواه 3 روز بعد مرمت خدمت 4 روز بعد اپا تفعلم کنم خواه تفعلم کنم به ناموس به اپای خطه پیغمبری بزرگوار گفتم پدرهای شما 3 هستن نیاد نبرای پخته گوشت که هر یک آدم 3 پدر دارد در دنیا یک تاش پدر خودت یک تاش پدر عروس زن تا پدرش مانده پدر عزیزان ما یکی دیگرش پدر خداخت کسب و هنر رو انشاءالله معلم چیزی که علم دیاد نتیا کسب دیاد نتیا ویم پدر برای شما این افسرش گفتم پدر کی از گفتن همون پدری که کسب و هنر رو معلم است بهترین پدر چونکه بابای شما را کسب و کار زندگی تو خداخت رو نمیتی وقتی کسب و کار یاد نتیا برای پدر عروس هم پدر است حرمت چه بجا بیار بدانیم من به سبب دختری و گرفتن شما و یا امش خالش خواهرش همه شما ده چی میشه امه و خاله میشه خیلی که مثال بیاید خونش مونه مثال احمد میگه دیگر میگه امه شما را یک بار اپتا گفت چه گردونه خداخت جان نبراید یک بار بعد تو خداخت پس اکارت که خواهش اکارت که نمیپوره محبت در گیجای محبت در دست 2 آدم است 2 آدم اگر انصاف کنه انشاءالله خدا خواهد یا دیگر که حرمت کنه عزت کنه انشاءالله باید حیات شیرین میشود زیبی حولی زیبی خانه بینید
زیبی خونه گاه با خود میشوی با آن حریف. از خدا خواهد خدمتی و از حرمتی و عزتی و گاه ها خوش نیستان میپاره نمی گاه ها خودتا گم بکنی انشاءالله خدا خواهد. زیبی خونه است و زیبی حالی است خوش نیستان میپاره خدا خواهد. گردی میگد علیف گردی میگد امیر در بخارای شریف بخارا امیرش خیلی که زندگی میکرد اگر زنی خوبی یک دیگه محبت تیوی مثل هوای راحت کرده زندگی میکنه انشاءالله. لیکن افسوس که ما شما زندگی ها نکرده شدیم. امروز کلان سالم زناش سر داده است نازم بالله من الظالم. در 70 و در 45 اومده بیدیش دسته توبه کردم 20 و 30 سال عمر برده. امروز در سین خدا خواهد 50 60 سالگیش من نرد نمیبینم فرام نمیکنم یه وقت تو شیطانی تو. اگر انشاءالله نماز میخوانی خدا خواهد 60 ساله شده 70 ساله شده سرت بالای جای نماز ببرمد این قدر او زن ظلم نمیکنی این قدر او زن حقارت نمیکنی این قدر او زن آزار نمیدادی. عزیزان ایمان باید که ما شما خدا خواهد قرصه که دو طرف میشود طوری می یک طرف آواز نمیبرارد شما هم حرمت بجا بیارم و هم بجا بیارم. عزیزان من حرمت چه بجا بیار خدا خواهد حرمت که عزت که عزت و حرمت ببینی. پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم بی دائم انشاءالله خدا خواهد زنهاش ناز میدی دائم زنهاش حرمت میکرد عزت میکرد. الله سبحانه و تعالی زندگی خوب زندگی خوش زندگی شیرین الله سبحانه و تعالی با محمد عطا کرد. ما شما چی انشاءالله خدا خواهد این روز برای چی زندگی ها متلخ است سبب که ما شما خدا خواهد از این سنت ها بخبریم. این سنت ها را خدا خواهد بجا آوردن نمیتونیم این سنت ها را زنده کردن نمیتونیم. سرها افسوس خدا خواهد انشاءالله ما مردها اولا اخلاق و رفتار خوب کنیم. کنی بگو من حجت بیار که کدام پیغمبر گپ حقارت کرده گو پیغمبر یگان بار حقارت کرده گو خیلی من حجت بیار بگی در فلان کتاب خواندم پیغمبر فقط گپی عیب میزد شرمندگی میکرد نیست در یگان جای کتاب یکی ما از کجا یاد گرفتیم ما این چیزا از کجا ما شما خدا خواهد از اسلام دور شدیم از اسلام به خبر موندیم امروز چی این خصلت ها خدا خواهد بجا آورده شدیم. ببینه خدا خواهد انشاءالله پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم ما شما را توصیه میده که شما بدنها تو زندگی خوب کنید. میدانید زندگی خوب چی است؟ لوز شیرین است معامله خوب است زندگی خوب در وقتش با خوراک تامین کردن است. میدانید حق شما چی است؟ یکیش میگه که اگر لباس خرید زن تا لباس پوشون خود دلت میکشه خدا خواهد $100 لباس خرید برای چی زن تو نمیخری؟ حقوق زن پایمال کرده میشه فقط پیش الله جواب میدی. اون چه که میگه خوری زن تم خورو انا خدا خواهد در چه خورو خدا خواهد $200 خدا خواهد وقت دنبه خدا میگه انا آشیزو خدا خواهد زن تو نمام دنبه بیار آسون نشه 1 کیلو گوش میاری خدا خواهد 1 کیلو گوش به باز حالا چی میگه اینا نمک کرامون با خودت نخری نخری با گلو تمه گیره و سهر با پتروف کتی الیکس شهری کم میویا و یون اینه بولیون کامیتی گوش همین فقط پیش دیگ برو بیاری دیدی؟ نه دیدی خدا خواهد 3 بار کشونش بخیر بعد با جورت بخشار چی کوچه از کامه کنی بعد خدا خواهد 3 کیلو گوشت کلونگاری کنه انا پر خونت نکلونگاری که خدا خواهد 3 کیلو گوشت بیار زن تا که زنک همین 3 کیلو گوشت 1 بار بندازی یکم یم شو مایلام یک خدا خواهد اینجا پتاز دیکن میانه نمونه کن خودت بشتخ من هر روز گوش خودت کنی بشتخ گون نمیتونه باید بچه میگه که من 2 کیلو میگرفتم نه میرسد 1 کیلو گفتم رسیده است اون 1 کیلوش گفتم خدا خواهد انشاءالله 200 گرمش کنم 800 گرم جا میرسد اما جوشونده خلیدنگ نموندنش میگیرم بیچونه بوش بومه چیز گوش بار با شرمندگی اول اویلت مستحکم کن چیزی که میگه خوردی برای زن روابی خدا خواهد بازار نشاشی خودی میدید که گریفتش بیا هوای هم بیچاره خدمت داره شاوروز خدا حرمت داره شاوروز خدمت داره و این خدمت چه اعتبار نیست ولی بیزنمون باید بمونی ولی بیزنمون ولی قدری میگم زنه بیزنک میدونه
ولی خلاقه یک بار زن خلاقه برای یک خلاقه یکم خودت بلا بعد میدونی زنه که خدرشو خدمتشو مهنتش داگی جای بعد کلمگرد ببینم خلاقه لباس هفتاد دو کنه میگردی خلاقه بیچاره هر روز با کنترل میکنه شب نمیوشون کتتشون یا لباسشون مرده که تو دربان جمعیت میگردی اسلام دینی تازگی ان الله نظیف و یحب النظافه خدا پاکی را دوست میدارد خدا ان الله جمیل و یحب الجمال خدا خوشرویی را دوست میدارد مرد تو خیر نگرد ای بای من گپ میزنم میخنده که زنش دستش کسیده یا دید هر روز کنترل میکنه هر روز خلاف لباس کات میشه هر روز وای بعد بیچاره بیقدر همین زندگی همین حیات همین گو مرد باشی گو خدا خواهد انشاءالله اسلام همین است آن چیزی که میگه پوشی میپوشانیش چیزی که خریدی خود نزدتونم خرید انشاءالله خدا خواهد و هم با همه چیسته ولی راسیه میره که راسیه رفته باید اینجا وعده میچه 3 روز بعد تلفون میگیرم خدا خواهد شو مورد همین یک مورد کل جالت کمی بس یکی میره تلفونش میکشه این بیچاره زنک میزنه ها بطریش تمام شد ها فلان شد دروغ وعده میدونی علامت منافقی 3 است 3 آدم منافق میشه منافق گفتگی چیز دروغ منافق جاش این دوزخ پسترینش این المنافقین فی الدرک اسفل النار میگه خدا من منافقان دوزخ پسترینش نمیپردم بالاتر شدم نه بابا پسترین شده چقدر شدم ای کافرم بدتر سبب چی؟ وعده میکنم وفا نمیکنم وعده دادی وفا کن میگم قول دادی جفا کن یک علامت منافق همینه چی عبیشت کردی زنت نه عبیشت بجا بیا اومدن گفتی که من گوشوار چلا و تیلا میارم سفشکه تیلا میارم از وعدت برو یک علامتش وقتی که میگه گپ زنه دروغ میگه دویم علامت منافق گپ میزنه دروغ میگه ولی بالکل خلاقت یک بچه میگه هیچ کس دوم باری نبود یگان آدم رازکو نمونده باجوز خدا میگه یگان آدم رازکو نمونده انا اینا منافق است نشا منافق مسلمان شا مسلمان باش از تصدیق جانی نه اقرار از سنو کی زبانی از تصدیق دل شا ارگینال نمازون شیطان ارگینال خدا جوش خدا خواهد ارگینال مسجد روشا همین دنیای غرب ببین دنیای ترقی کرده مال برکه هیچ کس قول نمیکنه هیچ کس مال برکه خدا خود قول نمیکنه خدا هم برکه قول نمیکنه خدا هم ارگینال قول میکنه شریع ارگینال شا خدا خواهد انشاءالله یک دیگه میگش وقتی که جنجا کنه حقارت میکنه ولی بچه ها دو سر میادت یک داره اپت سر میکنه اپت فلان خوارت فلان گوارنگیت فلان امور با همون مسلمان شدگی انم منافقه تی یاد تو بیامت تو اگه که تو آمدی تو هم شهری روز آمدی زنی خشه سوالیش میگه تو بکرم که اول باشه نمیفهمه با اگر بفهمه خلافت کشک میبنده کن سوالیش میگه زن شبه بو بچره این قد زن تو شخصش تو خود سوالی چی؟ بیچاره جو سوالیش بده خدمتت کنه حرمتت کنه عزتت کنه با تو ایامت میگه اگر باید معنیش تعلیمش کردی خلافت اگه اون نکپر هرچی رسچه نمیفهم گفته رسچه کار نگیره به ناموز رسچه خود میدونم خودی خلافت زرکان سوپره رسچه نه هم رسچه کار دسته بودی هم رسچه خیلی نگه که رسچه بکنشید بیچاره نمیفهم بعد دیگی میشه خلافت از حرمتت میکنه حرمت نمیکنه آره نشه حرمتم از زبانته پیغمبری بزرگ میگن جراحات السنانی لحل تیامو ولا یلتم ما جرى لسانو این آیه نبود جراحات میگه چیزهای تیز میبره میگه اپراسیون میشه دست میبری پشت میبری یا گونجو میزنی بچه‌شا این پر میشود نه که جراحت زبان پر نمیشه آره نشه اون زنی بیچاره آخر عاقبت از زندگی از دلش کنه میشه از همین دهنی گوکره خودت از زبان حقارت و سوخنهای خوبت آخر هم از زندگی سیر میشود همین جای خودتون همون زنک همون اکت تو باید مردک شد تو زنک شد این چه در بزرگ باید حقارت کنم میپارد یا بالاپت حقارت کنم کلش هم بداری تو خدا کرا بگی تو گوی پیش خدا نه همه این کار
پیش خدا نه کسی که نماز میخونه، لا اله الا الله میگه، قرآن میخونه، روزه میگیره، زکات میده، حج میکنه و کی مرد چی زنه اکی خدا. همه چیز خودش حقوق داره. اگر تو خبر داشته باشی حقیقی مسلمان باشی، خدا خود در خونت کاری جیرس کن موسیقی نمیکنی. پیغمبری بزرگوار همه کار کرده، کتاب خون، حدیثان در ورق زن، خونه رفتگی، بوز جوشیدگی، همه کاری دنیا کرده، لباس رسول خودش بدون، آبی تارش خودش تیار میکرد. یا باشم آدم تن که یا پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم همین آبی تارت ما کنیم میشه کو، من اگر خودم ای دستم یا تو اگم ظلم کرده میشم. پیغمبر با پیغمبر 11 زن داشت. خدا خود کار در دست نمیرسه که بهش میکرد، نه که خودش میکرد. حضرت این حضرت بود جوشیدگی، حضرت همه کاری خانگی کرده، جنس کن موسیقی که کار نیست اسلام نه. تو فقط از مصیبت دید زنک نه، همه کلا زنک مرده که خوده با خدا که باید مرده با پایپا مکش با مرده ملا کستم با پوشی دستش کسته که کستم تا کتای پوشی و بیچوره تا بگه بینش در زمین رسیده خط میکشه. یک بارک کم خدا خواهد یک 5 کیلو سنگ در صد کش، یک در گردن کشو که یک دود کرد و بیچوره که 2 کیلو 3 کیلو بار برداشته میکردن. بیچوره در رحمش 1 سال 9 ماه و از اون نسبت رحمش نمیتونی باید. این بینید این چیز یاد گفته نسو شما دشمنان اسلام یاد دادی چی داره؟ دشمنان اسلام خیلی اسلام برادری برابری است ناخد انشاءالله. برابر کار میکنیم، برابر دم میکنیم، برابر انشاءالله میکنیم. پیامبر بزرگ بین در خانه چکا میگن مواری خوردن میکنن. حضرت خدیجه مادر بود چای دم میکنه، رسول پیاله میآورد. خدیجه مادر بود دسترخوان اندازد، رسول الله نان میآورد. یکی دوست نمیدارد. رسول الله از خودش 15 سال کلون نگرفتگی. بدونی خدیجه مادر مون 45 ساله بود، رسول الله 25 سال 35 40 ساله بود. خدیجه مادر مون رسول الله 25 ساله بود. خدیجه نگرفت. از ما شما 1 سال کلون باشه خلافت در اوه کلون نگه چیکار میکنیم ما پیغمبر سنت داشت خلافت انشاءالله. 6 تا بچه خدا هوای داده، 6 فرزند الحمدلله. 6 فرزند خدا خدیجه داد. همین خیلی محبتی که دادش که محمد در تاج سر برداشته میگه خدیجه. بعد سال مردنش 28 سال حیات بردگیم با خدیجه مادرمو. بعد سال مردنش سال ماتم اعلام کرد رسول الله در مکه این کردم که دوست داشته ترین کس ما دنیا برد. هر روز میگه رسول الله تعریف میکرد. یا روشن مادر میگن که بسیار تعریف یا گفت میگه که ای محمد یک پیرکی دیم مرد برفت. میگه رسول الله چنان در غضب شد که میگه موی مبارکش لرزید. گفت هرگز خدا نداد تو نگو که من جوانمو بای خدیجه وای بهترین زن بود که زمانی که همه از من نفرت کرد و نفرت نکرد، نه جانشن نه ماشن نه دنیاشن چکار کرد انشاءالله دریغ نداشت برای من صرف کرد. انا خدیجه بین پیرکی هم باشد که رسول الله سازم در تاج سر برداشته کرد. ما امروز چیکار داریم که ما امروز شما جوانم همین آگاه باش انشاءالله خدا خواهد. این کار نکن، کاری خدا خواهد حقیقت کن. برای زنت همه شرایط مهیا کرده بود خدا خواهد انشاءالله. این وظیفه مرده. در اسلام زنک مردک نمیپاید، مردک زنک میپاید. مردک باشی در سن تاکی دارمی باری زندگی بکشی. فاطمه مادر اون حضرت پیغمبر دادن، بینید دادنش. فرداش میگه رسول الله اومد ما شما خیزچه و خوبچه و خدا که یک خونه درا خدا خواهد 10 تا خیز کشاده. هم یک سر کلم آن اینجا خیز بازه این چیه خونه تو؟ های ما در توی پدرکه آوردن. بله بود جینای کن زیر داره کن جینا هم خیزو آدم یک اینا 8 تا خیز. این گفتم میسامش کم قیم 1 میلیون چند کمشته این چند که گفت دخترم اینش میگه 80,000 اینش 50,000 ما تو خیز بازی. این میگه همین ما دایدم ما ده 100 تا گرفتم و بچه خدا که کلون خر بجا خیزچه خدا که آداب آموزو نمیشه انشاءالله باید رفتار و گفتار و معامله آموزو نمیشه امروز. بهترین زن همان زن است که از دهنش چیره زد تیلاره